بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. انشاءالله که هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سلام من رو و همچنین عزیزان پشت صحنه احمد جان و رفیع و مهندس ثناءالله و منیر احمد و فرید رو پذیرا باشید. عرض ادب و احترام همچنین خدمت همه شما خوبان و عزیزان و مهربانان. الله رو سپاس از اینکه در یکی دیگر از برنامه ها توفیق خدمت نصیب شما عزیزان و خوبان گردید تا همچنان با شما درددلی داشته باشیم در موضوعاتی که مرتبط است به سفره دل. بندر امروز جلوی دوربین تک و تنها داخل استودیو جناب دکتر تنها گذاشت و رفت و من همینجا تنها هستم، گرچه الحمدلله ایشون از طریق اسکایپ همراه ما خواهد بود انشاءالله و امیدواریم که انشاءالله این ارتباط تصویری تا آخر برنامه پایدار بماند. دوستان پشت صحنه هم که احمد جان و مهندس ثناءالله و منیر و فرید و کارگردان عزیز رفیع جان حاضر نیستن، بیان اینجا بشینن جای خالی رو پر بکنن. و به هر حال به همراه شما عزیزان موضوعی رو هفته پیش شروع کردیم، انشاءالله این موضوع رو ادامه خواهیم داد. درباره یک مسئله بسیار مهم صحبت کردیم باشه، ما موضوع خوشبختی و احساس خوشبختی. انسان احساس بکنه که وقتش خوب میگذره و اوقاتش خوشبخته و احساس آرامش میکنه. در برنامه گذشته جناب دکتر به موضوعات مهمی رو اشاره کردن، موضوعات مهمی، و در این برنامه هم انشاءالله این موضوع رو به همراه شما ادامه خواهیم داد. آیا شما در داخل خانه و محیط خانواده احساس خوشبختی می کنید؟ آیا در فضای خانواده احساس می کنید که خانواده شما خانواده خوشبختیه یا نه؟ اگر این احساس رو دارید که الحمدلله، خدا رو شکر. اگر خدایی نکرده غیر از این احساس دیگری دارید، ریشه های این مشکل رو در کجا می بینید؟ چه فکر می کنید برای راه حل ها؟ چه دلایلی و چه اسبابی و چه پایه هایی میتونه به ما کمک بکنه تا اینکه فضای خانواده خودمون رو بهتر و بهتر بکنیم؟ چرا با وجود اینکه بعضی وقتها در فضای خانه ظاهرا همه چی فراهمه و همه چی اون مواردی که ما احساس میکنیم که ما رو به خوشبختی میرسونن فراهم هست، اما ما این احساس خوشبختی رو نداریم. چرا با وجود فراوانی نعمت ما احساس خوشبختی نمی کنیم؟ چرا با وجود اینکه در جمع خانه و خانواده هستیم باز هم احساس خوشبختی به ما دست نمیده؟ چگونه میشه به خوشبختی در خانواده دست یافت؟ چگونه میشه خانواده خوشبخت داشت؟ چه کنیم؟ چه مواردی به ما کمک میکنه تا ما از زندگی خودمون در معنای حقیقی لذت ببریم؟ لذت به معنای حقیقی، یک لذت مستمر، یک لذتی که هیچ ترس و لرزی اون رو از بین نبره، یک لذتی که هیچ مخاطره‌ای برای از دست دادنش نداشته باشیم، لذتی که هیچ چیزی اون رو تهدیدش نکنه. این لذت همون آرامش درونی و همون خوشبختی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم که انسان در هر فضا و هر شرایطی احساس خوشبختی میکنه. این انسان چگونه انسانی باید باشه و چه صفاتی داره و این خانواده چه فضایی هست؟ انشاءالله درباره این موارد بیشتر رو با تفاصیل جناب دکتر صحبت رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله و به پاسخ اینها خواهیم رسید. در ابتدا عرض ادب و احترام دارم و سلام به نمایندگی از شما عزیزان خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر از راه دور پیشانی شما رو میبوسیم و عرض ادب و احترام داریم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیزم و خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه منت نهادید و باز از راه دور این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا در خدمت بینندگانی که همیشه در خاطره و در قلب ما هستند باشم
کمال سپاس رو دارم و همچنین سلام و دعا و احترام خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و از اینکه ما رو یاری میکنید چه از دور چه از نزدیک باز و منت میذارید بر ما و در مسیر اصلاح جامعه با ما همگام هستید. کمال سپاس رو دارم و التماس دعا رو. خوش آمدید جناب دکتر. اگر اجازه بدید ما در برنامه امروز در ابتدای این برنامه خلاصه ای از آنچه که در برنامه گذشته گفته شد، نکاتی که مهمتر هست درباره مفهوم خوشبختی و چه وقتی انسان میتونه احساس خوشبختی بکنه و نکات مهمی رو که احساس میکنه نیاز است به عنوان یک پیش درآمدی و پیش زمینه‌ای در ابتدای برنامه امروز داشته باشیم خدمت عزیزان مطرح بکنید. شاید عزیزانی برنامه گذشته رو موفق نشدن ببینن و شاید هم بعضی از عزیزان فراموش کردن که آنچه که گفته شد رو شاید احساس خوشبختی میکردن، زیاد نیازی ندیدن به این موضوع فکر بکنن. برای یادآوری اگر این موارد خلاصه ای رو یادآوری بکنید ممنون میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. اجازه بدید آقای سلیمانی من یک مژده بدم به بینندگان عزیز و اون اینی که شمایی که با ما همراه هستید و شما انسان مؤمن باید خوشبخت باشید. ایمان با خوشبختی مترادف هست. هر جا که ایمان هست باید خوشبختی باشه و هر جا که خانواده مؤمنی هست، خانواده مسلمونی هست، باید اون خانواده مسلمون خوشبخت باشه. اما یه وقتی که انسان یه چیزی رو داره و نمیبیندش، حواسش نیست، از زندگیش به صورت توی روتین زندگی افتاده، در حالی که همه مسائل خوشبختی و همه قواعد و همه چیز برآورده هست، اون لذت رو از زندگیش نمیبره. یک نوع غباری از اندیشه ها و باورهای اشتباهی که در جامعه رواج داره اون رو در خودش پیچیده و یه مقداری گرد و خاکی شده و خوشبختی رو نمیبینه. درست مثل همون کسی که مثلا یه طلایی داره و این طلا تو دستش هست، تو در اختیارش هست، اما افتاده تو گل، رنگ و شکلش عوض شده، این گمش کرده، نمیدونه کجاست. طلای هست تو خونه اما کجا گذاشتیم نمیدونیم. یا مثلا انسان که به اصطلاح به چیزایی غیر از واقعیت خوشبختی دل بسته و گمش کرده، تو مال و منال و ثروت غرق، توی خونه زیبا، توی نمیدونم همسر نمیدونم آنچنانی، به هر حال توی یک اون چیزی که مردم گمان میکنند راه و رسم رسیدن به خوشبختیه و در واقع هم نیست. اون ظاهر چیزایی که چشم انسان رو به اصطلاح گول میزنه، مثل به اصطلاح منصب و مقام بالا، که نمیدونم مدرک تحصیلی بالا، نمیدونم خونه و زندگی مرفه، اینجور چیزایی که بعضیا گمان میکنن این مسیر رسیدن به خوشبختیه، تو اینا غرق شده و دست و پاشو گم کرده. از اون جوهر اساسی که به اصطلاح تو دلش هست از اون غافله، خودش رو با یک خرمهره گم کرده، در حالی که الماس رو داره اما نیاز هست که اون رو یک جلایی بده، یک دستی روش بکشه تا اون جلاش به اصطلاح برآورده بشه. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده است که هر کسی که در زندگیش در یک امنیت و آرامش بود و از نظر جسمانی هیچ گونه بیماری نداره، صحت در صحت و عافیت هست، عنده قوت یومه و روزی روزش رو هم داره، یک خورد و خوراک به اصطلاح به خورنویری هم تو بساطش هست، این انگار که همه دنیا رو به اون بخشیدن، انگار که همه دنیا مالک همه دنیا هست. آخه ما از دنیا چی میخواییم؟ از دنیا یک امنیتی در زندگی میخواییم، یک به اصطلاح یه غذایی میخواییم که به اصطلاح شکممون سیر باشه و یک پوشاک مناسبی میخواییم، یک سلامتی خوبی میخواییم. دیگه مگه از این دنیا ما بیشتر از این شو چی میتونیم برداشت کنیم؟ اگر من همه غذای دنیا مال من هم باشه،
فقط اونقدر که به اصطلاح معده‌ام برداشت میکنه رو میتونم برگیرم. اگر همه خونه های دنیا مال من باشه، فقط تو همون یک کلبه ای که بتونم سرم رو به بالین بذارم، همون رو میتونم از این دنیا بردارم. اما بقیه اون چیزایی که جمع میکنیم اینا یا مال ورثه است که فردا به جون هم میفتن، یا در هر حال فردا باید حسابش رو هم من بدم. بس دنیا رو به اصطلاح اینقدر پررنگ کردن در زندگی باعث میشه که روحانیات در زندگی کم بشه، معانی درست انسانی در زندگی کم رنگ بشه. ما روی این زیاد به حرف زدیم در مبحث پیشین و گفتیم که برای رسیدن به خوشبختی نیاز هست که به اصطلاح انسان همراه خوبی داشته باشه و زندگی زناشویی به اصطلاح یک مکتبی هست و یک راه و رسمی هست برای رسیدن به خوشبختی و همه انسان ها، همه جوان ها برای رسیدن به خوشبختی و برای سعادت و برای تشکیل یک به اصطلاح پایگاه خوشبختی ازدواج میکنن. هم و غم جوان اینه که بیاد به اصطلاح یک خانواده تشکیل بده تا در سایه این خانواده به اصطلاح خوشبختی رو احساس کنه که این حقش هست و این طبیعی هست و این واقعیت زندگی هم همین هست. تکامل شخصیتی پیدا کنه، تکامل به اصطلاح انسانیش و ایمانیش برآورد بشه و در نتیجه به اصطلاح به مفهوم خوشبختی نزدیک و نزدیکتر باشه. و خداوند متعال همین مورد رو بهش اشاره کرده اند که و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات و نشانه های الهی و قدرت خداوی این است که برای شما از خودتون، از جنس خود شما انسانها همسرانی آفرید لتسکنوا الیها، در کنار اونها به آرامش برسید و جعل بینکم مودة و رحمه، و بین شما رحمت، شفقت، صمیمیت به وجود آورد که همون مفاهیم عشق در اون تجلی میکنه که در آرامش خانواده شما عشق بورزید و در این عشق و در کنار این عشق یک روابط اجتماعی برقرار کنید. در واقع در ازدواج همونطور که بارها گفتیم یک جوان با یک دختر خانم ازدواج نمیکنه. دو تا فامیل، دو تا محوطه، احیانا در زمانهای قدیم مثلا حتی دو تا کشور در یک ازدواج با هم صلح میکردند، با هم آشتی میکردند، با هم یکی میشدند. یک نوع همبستگی و یک نوع انسانیت در مفاهیم والاش تجلی میکرد. در کنار این به اصطلاح روابط اجتماعی، سیرت نیکو و رفتار خوب، همه اینها در کنار رسیدن به موفقیت هایی که به اصطلاح در زندگی هم هست، زندگی فرد مؤمن تنها به اصطلاح گره نخورده به آخرت. با این دنیا رو خداوند واسه یکی خلق کرده، خب این هم دنیا هم برای به اصطلاح مزرعه است برای آخرت و در این مزرعه باید انسان هم زمینش رو داشته باشه، هم کشت و باغش رو داشته باشه، هم بیل و کلنگش رو داشته باشه. خداوند متعال میفرمایند وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در اون چیزی که خداوند به تو و اون توانمندی ها و اون قدرت ها و اون داده های الهی که برای تو مهیا شده، اینها رو برگیر برای رسیدن به سعادت اخروی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، و یادت نره که در این دنیا تو بهره ای داری، این بهرهت رو هم برگیر. و احسن کما احسن الله الیک، همانطور که خداوند به تو نیکی کرده و خوبی کرده، تو هم به جامعه، به اطرافیان، به همه نیکی کن و از فساد و فحشا و به هم زدن قوانین طبیعت بر دوری کن که خداوند از مفسدان و ظالمان و ستمگران بیزار هست. این آیات قرآن کریم و این دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه یک بستری رو برای ما ایجاد میکنه که این بستر خوشبختی در هیچ مکتب آسمانی و زمینی شما نمیتونید این رو پیدا کنید. هیچ مکتبی امروز روی زمین وجود نداره، هیچ دیانتی در روی زمین وجود نداره که به خانواده و به خوشبختی خانواده و به شیوه برپایی یک کیانی، یک به اصطلاح کندویی که اون خانواده باشه، کندوی خوشبخت، اهتمام داشته باشه و براش هزینه کنه و براش قوانین و مرام و عادات و رسومی بذاره مثل دین مبین اسلام. و در همین
به اصطلاح مبنا اومدیم به این مفهوم روش ترکیز کردیم، روش تأکید کردیم که جناب برای رسیدن به یک خوشبختی و به یک سعادت نیاز هست که انسان خودش رو گره بزنه به قضا و قدر الهی، قناعت داشته باشه از اون چیزهایی که خداوند در اختیارش گذاشته، از اون قدرت‌هایی که خداوند برای بشر مهیا کرده. چون که ما خیلی وقتا هست که خودمون یک بستر خوشبختی داریم، این بستر رو ضایعش میکنیم به شیوه های بسیار بسیار به اصطلاح نادرست و بسیار ابلهانه در خیلی از موارد. مثلا خداوند متعال به ما نعمت‌هایی داده که ما بیایم از این نعمت‌ها بهره برداری کنیم. ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که نه، این بیا یکم به اصطلاح این مال و ثروتمون رو، این نعمتی که به دست ما داده شده، این رو بیای پسندازش کنیم برای روز مبادا. ما یک سعادتی که به ما داده شده، یک فرصتی که در راحت بودن به ما داده شده، ما این فرصت رو ضایعش میکنیم برای روز مبادا که این روز مبادا شاید بیاد شاید هم نیاد. یا در همین وضعی که هستیم همیشه به فکر 10 سال پیش هستیم، 5 سال پیش که فلانی به من اینطور گفت، فلان کار شد. همیشه با یک خاطرات بد، با یک گذشته سخت، در گیرودار اون گذشته سخت و در نفرین اون گذشته ما وقتمون رو تلخ میکنیم، اوقاتمون رو تلخ میکنیم. یا مسیر زندگیمون رو به خاطر این ما ازدواج کردیم که یک کلبه سعادت و راحتی رو تشکیل بدیم. در این کندو یه آقایی باشه که شخصیت پدری رو بخواد به اصطلاح رشد بده و بسازه تا فردا که پدر میشه، و یک خانومی که میخواد که کدبانوی این خانه باشه. اون وقت ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم نه، این موتور باید به اصطلاح این نمیچرخه مگر با 2 ترکه که نمیشه موتور رو راند، باید 2 تا موتور داشته باشیم. زنه صبح تا بعد از ظهر جون میکنه به خاطر به اصطلاح رسیدن به یک رفاه اجتماعی، به خاطر به دست آوردن یک حقوقی تا بتونه بسیار کار کنه. مرده کار میکنه، 2 تا موتور در حال کار هستن، اما اون تنه‌ای که باید خوشبخت بشه اون خانواده، اون یک تنه خسته فرسوده، یک تنه‌ای هست که دیگه نای به اصطلاح حرکت رو نداره. اینجاست که دیگه ما خوشبختی رو خودمون با دستای خودمون اومدیم یک قبر کندیم و زنده به گورش کردیم. پس خوشبختی در محیط خانواده ما مهیاست. نیاز هست که ما اون رو ببینیم، نیاز هست که ما بدونیم که وجود داره تا از به اصطلاح از بودنش لذت ببریم. خیلی وقتا ما از کنارش میگذریم و اصلا احساسش نمی کنیم. خیلی وقتا چون که زیر پایمون خودمون با دستای خودمون دفنش کردیم، بالاش به اصطلاح گریه میکنیم و روزه میخونیم شاید پیداش کنیم و متاسفانه اون رو نمیتونیم در محیط خودمون داشته باشیم و همیشه مینالیم و مینالیم. جناب دکتر شما اشاره فرمودید به موضوع بحث ازدواج که طبق فرموده کلام الله مجید هم یکی از مواردی هست که ما رو به آرامش میرسونه و بحث مودت و رحمت رو فراهم میکنه که همون به هر حال مقوله و مفهوم خوشبختی رو برای ما تداعی میکنه. ولی آیا هر ازدواجی ما رو به این خوشبختی میرسونه و یا میتونیم بگیم که هر بنیان خانواده که تشکیل میشه این بنیان سبب خوشبختی میشه و این بنیان خانواده ما در فضای این خانواده این خوشبختی رو میتونیم فراهم بکنیم یا نه؟ بعد از شروع این زندگی هم باز نکات دیگری باید مد نظر ما باشه. این مرحله اوله و مراحل دیگری رو هم باید رعایت بکنیم تا به این خوشبختی برسیم. خیلی وقتا ما بعد از ازدواج شاهد این هستیم که فضای خانواده در داخل خانواده فضای خوشبختی نیست. احساس میشه که در این فضا ما وقتی که داخل میشیم احساس میکنیم که حتی اگر اینا مجرد میبودن، تنها میبودن، زندگیشون خیلی بهتر بود، خیلی راحت‌تر بودن. فرد قبل از ازدواج احساس خوشبختی بیشتری میکرد تا الان که ازدواج کرده و باید در این ازدواج که یکی از اهداف مهمش دست یافتن به این آرامش و خوشبختی هاست بهتر میشد، اما در واقع میبینیم که این گونه نیست. چه کار باید کرد؟ چه مشکلی اینجا وجود داره که ما بعد از ازدواج هم در بسیار از خانواده ها نمیبینیم این خوشبختی؟ یا فرموده شما شاید ما احساسش نمیکنیم. مشکل کجاست؟
اصل بنیان یک خانواده، برپایی یک خانواده برای رسیدن به خوشبختی است. من یه ماشین میخرم، مشکلم چیه؟ سر کار دیر میرسم، محیط کارم دوره، نیاز دارم که یک وسیله نقلیه داشته باشم که منو سریعتر به هدفم برسونه. قبل از این پیاده میرفتم، خب خستگی داشت اما میرسیدم. الان این ماشین رو خریدم، فکر نکنم که این ماشین فقط دیگه همین که من به اصطلاح گفتم عجی مجی لا ترجی، غولش بیاد بیرون منو ورداره به اونجا برسونه. یک نیازمندی هایی هست، یک کارهایی هست که من باید انجام بدم. مثلا باید که به اصطلاح بنزین بذارم تو باک ماشینم، اگر نه که به اصطلاح ماشین حرکت نمیکنه. دقیقاً همچنین حالتی ما میخواستیم به خوشبختی برسیم. در قبل از ازدواج نیاز به ازدواج داشتیم، نیاز به تکامل داشتیم، تکامل به اصطلاح شخصیتیمون مشکل داشت، قضیه روحیمون مشکل داشت و به تعبیر قرآنی یک انسان ناقص عاری بودیم. ما عاری بودیم، لباس به تن نداشتیم، میخواستیم لباس به تن کنیم، زیبنده بشیم و زیبا بشیم. ازدواج کردیم. لتسکنوا الیها اول به اصطلاح هدف ما بود، عشق و مودت هدف ما بود. این عشق و مودت در روزهای اول که به اصطلاح ما هنوز تو به اصطلاح بلبلمون تو باغ دیگران چهچه میزد، به اصطلاح خوش بودیم. اما بعد از اون اومدیم دیدیم که نه، حکایت ماجرا به اون تصوری که ما داشتیم نیست. اینجاست که باید برگردیم ببینیم که نه، هدف رسیدن به خوشبختی است. الان من به خوشبختی نرسیدم، اینجا مشکل تو ماشین نیست، مشکل با منه. یعنی خیلی وقتا هست که ما اصلا برداشتامون اشتباهه. مثلا خانمی که میاد میگه که مثلا همسرم منو نمیفهمه، همسرم به من توجه نمیکنه، با من حرف نمیزنه، به من وقت نمیده. چرا نمیاد بگه که من نتونستم تا حالا کاری کنم که تو زندگی همسرم وجود داشته باشم، من نتونستم اون فن و فوتی که مناسب هست برای اینی که همسرم با من هم کلام بشه رو به دست بیارم. همسرم مخش خیلی بلنده، همسرم در حال رشد فکری هست، من رکود فکری دارم. من وقتی حرف میزنم همسرم از حرف زدن من خسته میشه، چون که این به اصطلاح حرفایی که من میزنم برای اون حرفای بسیار پوچ و بی‌معنایی هست. اون از یک سطح به اصطلاح آگاهی، یک سطح دانشی بزرگی برخوردار است، میخواد کسی باشه در سطح خودش باش حرف بزنه، در به اصطلاح دوست میخواد، نه یک کسی که اون رو به اصطلاح بیاد به اصطلاح وقتش رو ضایع کنه. اینجاست که از من فرار میکنه میره پیش دوستاش. اینه که ما باید خودمون این رو درک کنیم، به جای اینکه هی بنالیم، هی ننه من غریبم به اصطلاح بگیم، بیاییم ببینیم که مشکل کجاست، این مشکل رو حلش کنیم. وقتی میایم در یک محیط خانواده، در محیط خانواده و در محیط انسانی ما یک نوع قانونمندی هایی داریم که با این قانونمندی ها، با این به اصطلاح معادلات ما به سعادت باید برسیم. اگر نرسیدیم یعنی اینی که این مشکل تو این قانون بندی نیست، تو شیوه رفتار ماست، تو شیوه برداشت ماست. خداوند متعال میفرماید فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. کسی که راه و رسمی که ما برای زندگی گذاشتیم این رو مو به مو اجرا کرد، در این خط افتاد، امکان نداره که گمراه بشه و بدبخت بشه. امکان نداره، یعنی باید خوشبخت بشه. چه کسی بدبخت میشه؟ چه کسی راه رو به اشتباه میره؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. کسی که از یاد من غافل شد، این انسانی هست که به اصطلاح بدبخت میشه. کسی که در محیط فضای الهی نیست، در محیط تربیت قرآنی نیست، این باید به اصطلاح بدبخت باشه. الان ما در ظاهر زندگی کسی رو دیدیم که بله از یاد خدا غافل است، خدا رو نمیشناسه، آدم لایکی هست، اما با این وجود خوشبخته. ما الان سراب میبینیم، امکان نداره این وجود این به اصطلاح خوشبخت باشه. میتونه ثروتمند باشه، میتونه چهچه بزنه پیش دوستاش بخنده، میتونه نمیدونم به وزارت و به رئاست و به رهبری کشوری دست پیدا کنه،
اما نمیتونه خوشبخت بشه، در یک فضای بحرانی از زندگی میکنه که به اصطلاح زندگی براش جهنمه و خودکشی هایی که در همچنین سطحی از افراد میشه خب شاهدی بر این مدعاست. در غیر این باید خوشبخت باشه وقتی که انسان در مسیر حرکت به اصطلاح زندگی به اصطلاح که خداوند براش رسم کرده. نه اینکه این زندگی تنها برای دنیا هم نیست. یک جالب اینجاست که یکی از آیات قرآن کریم یک اشاره بسیار بسیار جالبی دارند که نیاز هست که اون وایسیم. در سوره هود آیه 108 قرآن کریم میفرماید و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها. اونایی که خوشبخت شده بودند اونا در جنت در بهشت برای همیشه خواهند بود. یعنی اینی که انسان تا خوشبخت نشه امکان نداره وارد بهشت بشه. کسی که در به اصطلاح بهشت زندگی رو نچشید بهشت آخرت رو نخواهد چشید. بهشت آخرت مال خوشبختای روی زمین هست. اگر احساس میکنیم که بدبختیم و خوشبخت نیستیم پس بریم دنبال راهکار باشیم، بریم یه راه چاره‌ای واسه خودمون پیدا کنیم که نه تنها زندگیمون رو ضایع کردیم حتی آخرتمون هم به اصطلاح ضایع است. و اینه که به اصطلاح ما برگردیم چه کار کنیم؟ برگردیم به قرآن، همون قرآنی که خداوند متعال برای پیامبرش فرستاد و به پیامبرش فرمود که این قرآن مصدر سعادت تو باید باشه. در سوره طه میخونیم که خداوند متعال میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ای پیامبر ما این قرآن رو بر تو نفرستادیم تا تو بدبخت بشی، تا تو در مشقت واقع بشی. نه خیر، این قرآن اومده تا تو در یک سعادت، در یک خوشبختی، در یک آرامش باشی. اگر این آرامش به وجود نیومد پس اینجاست که ما باید بگردیم که این مشکلی هست. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصف قرآن کریم میفرماید که این قرآن کریم گویا مثل یک تنابی هست که یک دستش دست خداوند متعال و یک دستش دست شما انسان هاست. اون رو محکم بگیرید به خداتون میرسید. این تنابه رو محکم بگیرید تا به خداتون برسید، تا به سعادت برسید، تا به خوشبختی برسید. تا وقتی که ما این کار ظاهرا تماس با جناب دکتر قطع شد. تا تماس مجددمون برقرار بشه در تکمله صحبت‌های جناب دکتر باید بگیم که آنچه که به روح انسان برمیگرده و خوشبختی هم موردی هست که بسیار مهمه و درکش با روح انسان بیشتر. علاوه بر اینکه خب به هر حال رعایت مصالحی و مواردی که به جسم انسان مرتبط میشه هم بی تأثیر نیست در احساس سلامتی که به هر حال روح در یک قفسی به نام تن اسیره و به هر حال این سلامتی جسمی به ما کمک میکنه. سلامتی روحی از اونجایی که انسان بعد روحی انسان خیلی مهمتر از بعد جسمیه و روح یک مخلوق آسمانی است و روح یک موجودیه که با زمین در ارتباط نیست. ما جسم ما از زمین خلق شد و با آنچه که به زمین مرتبطه و استفاده و تغذیه از اونها آرام میگیره، اما روح چون زمینی نیست با آنچه که به زمین بسته است آرامش پیدا نخواهد کرد و چاره جز این نداریم که برای حل مشکلات روحیمون و اشباع روحمون با آسمان در ارتباط باشیم و همون چیزی که جناب دکتر بهش اشاره فرمودن به ارتباط با کلام الله تعالی و ریسمانی که به اون چنگ بزنیم و به الله تعالی خودمون رو برسونیم. جناب دکتر ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم. خداوند متعال وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو فرستاد به عنوان یک الگو، ما پیامبر رو در بین خودمون یک انسان به تمام معنای کلمه دیدیم. یه انسانی که در مسیر زندگیش مشکلات داره، در مسیر زندگیش
قضایای اقتصادی مطرح میشه، مشکلات اجتماعی مطرح میشه، درگیری با جامعه فاسد، جامعه جاهل، در محیطی که به اصطلاح خودش میسازه یک جامعه به اصطلاح الگو، شاگرداش، همسراش، بچه‌هاش، خانواده، همه این مسائل رو داریم و در این فضا خوشبختی رو به تمام معنای کلمه احساس میکنیم. این یه الگو رو خداوند متعال برای ما نشون داد و این الگو رو برای ما ثبتش کرد تا امروز و تا روز قیامت. ما پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ریز و درشت زندگیش رو مو به مو در اختیار خودمون داریم و خداوند متعال به ما فرمودن که و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. امکان نداره که خداوند انسانها رو عذاب کنه، در مشقت بندازه، در بلا بندازه، در حالی که شما ای پیامبر ما در بین اینها هستید. پس نیاز هست من که میخوام یک انسان خوشبخت باشم، یک خانواده خوشبختی رو به اصطلاح طرح ریزی کنم و داشته باشم، نیاز هست که مو به مو بر فرامین خداوند متعال و بر دستورات و شیوه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اولا آگاه باشم، ثانیاً اون رو در زندگیم اجرا کنم. این کار رو نکردم دیگه خوشبختی یه قرصی نیست که شما بیایید به اصطلاح از داروخونه اون رو تهیهش کنید، به اصطلاح بزنید بالا و خوشبخت باشید. هر چیزی فن و فوتی داره. بله شما میتونید با یک نمیدونم مواد دروغین یک نوع خوشبختی آنی رو برای خودتون بیارید، یک نمیدونم قرص آرام بخش بخورید، نمیدونم یه دود مواد مخدر بزنید، یه لحظه ای احساس شادی کنید چون که خودتون رو فراموش میکنید، دست و پاتون رو گم میکنید، توی فضای وهمی زندگی میکنید. اما اگر بخواید که در مسیر زندگیتون خوشبخت باشید با اون چیزی که خداوند متعال به شما داده و در اختیار دارید، با همونش احساس سعادت کنید، با همون وضع زندگی، با همون وضعی که اقتصادی که داری، با همون وضع اجتماعی که در جامعه داری، با همون وضعی که به اصطلاح حتی کشورت داره، فضای سیستم سیاسی، سیستم مثلا اقتصادی کشور، همه اینا هست و سیستم امنیتی، در کنار همه اینها شما بشید انسان خوشبخت. اون تنها وقتی هست که بتونی پیامبر رو، شیوه زندگی پیامبر رو در زندگیت اجرا کنی و دستورالعمل زندگیت باشه قرآن کریم. در غیر این صورت امکان نداره که به خوشبختی برسی. جناب دکتر اگر کسی بگه خب من الان با پایبندی به آنچه که شما ذکر میکنید از سنت رسول صلی الله علیه و سلم و مسائل دینی، این مورد سبب میشه که درهایی از خوشبختی رو به سمت خودم ببندم، تفریحات آنچنانی، گشت و گذارها، رابطه هایی که من دوست دارم، تجربه های آنچنانی و به هر حال لذت هایی که احساس میکنه اون رو به خوشبختی میرسونه، فرصت هایی که فکر میکنه پایبندی به دین از اون میگیره و اون به هر حال دستاورده هایی که فکر میکنه سبب خوشبختی میشه و التزام به دین در بحث مثلا معاملات، روزی حلال و امثال ذالک، اینها درهای خوشبختی رو به سوی اون میبنده و این سبب میشه که بیشتر مشکلاتش بیشتر بشه و خوشبختیش کمتر میشه. چه پاسخی برای این شخص دارید؟ این یه برداشت بسیار سطحی است از به اصطلاح پایبندی به دین. پایبندی به دین یعنی تضمین کردن تمامی آزادی هایی که برای شما مفید هست. پایبندی به دین یعنی اینی که شما بهره‌ات رو از دنیا بگیری، ولا تنس نصیبک من الدنیا، یعنی اینی که شما در فضایی از امید زندگی کنی، در فضایی از ساختن آینده، در فضایی که شما را همیشه رشد میده و به سوی تعالی پیش میرین. پایبندی به دین یعنی این که شما با دیگران باشید، تنها مثل یک مثلا انسانی که در یک صحرای بی ساحلی گم شده، دست و پاشو گم کرده، مسیرش رو گم کرده، حیران هست. شما نیستید، شما در یک جامعه هستید، شما با دیگران در مشکلات دیگران شریک هستید و احساس لذت میکنید.
در شادی‌های دیگران شریک هستید و احساس لذت میکنید. باید از زندگیت لذت ببری. این یعنی پایبندی به دین. پایبندی به دین وقتی که برات یک حد و مرزهایی میذاره، این حد و مرزها به خاطر حفظ خوشبختی شماست، نه به خاطر اینی که شما رو دست و پات رو ببنده. یعنی دین چه اجباری داره که مثلا به شما بگه که آقا ربا نخور، آقا دزدی نکن. خب شما میتونید دزدی بکنید، شما میتونید ربا بخورید، شما میتونید مال حرام بخورید، اما دین میاد این مرزبندی رو برات میذاره تا برات سعادت رو، خوشبختیت رو تضمین کنه. اصلا دین شما رو به کار و تلاش و زحمت و اینا وامی داره، مجبورت میکنه. وقتی که ما میایم در قرآن کریم نگاه میکنیم میبینیم که همونطور که خداوند متعال به نماز تأکید داره، به فرائض تأکید داره، همونطور به اصطلاح به طلب رزق حلال تأکید داره که شما تلاش کنید دسترنجت رو به دست بیاری و از اون دسترنج به اصطلاح بهترین شیوه استفاده کنید. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که طبرانی و بیهقی روایت کردن میفرمایند که طلب الحلال فریضه بعد الفریضه، طلب رزق حلال این فرضی است بعد از به اصطلاح همه فرایضی که خداوند گذاشته. در خود سوره جمعه ما این رو میخونیم که خداوند متعال به ما میگه که فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که نماز برپا شد و نمازتون رو انجام دادید، بپرید بریزید به اصطلاح تو زندگی اینور اونور، بپرید دنبال روزی حلال و در حالی که در یاد خدا هستید در کسب روزی حلال بکنید. و تأکید احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر همین است. چرا که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خداوند خوب است و جز خوبی و خوبی ها انسان رو امر نکرده و همین امری هست که خداوند متعال به پیامبرانش کرده. همونطور که به پیامبرانش کرده به ما امر کرده که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ای پیامبران ما از طیبات، از خوبی ها بخورید. همینی که قرآن کریم برای ما مسیر خوبی رو مشخص میکنه که ما همیشه در پی خوبی ها باشیم، در پی زیبایی ها باشیم در زندگیمون. وقتی میخوایم که به اصطلاح در زندگیمون، مسیر زندگیمون، تفریحاتمون، همیشه به فکر خوبی باشیم، به فکر اون چه باشیم، آن چیزهایی باشیم که ما رو به خوشبختی، سعادت، آرامش تشویق میکنه. اما اگر ما بیاییم به اصطلاح مسیری غیر از مسیر به اصطلاح که قرآن برای ما مشخص کرده رو انتخاب کنیم، خوشبختی رو از دست میدیم. وقتی ما میایم با چشم چرانی خودمون رو داغون میکنیم، اولا اینی که حریم شخصیت‌های دیگر، اشخاص دیگری رو تجاوز کردیم، یعنی ما مرتکب ظلم شدیم. وقتی که ما میایم مال حرام میخوریم، مال حرام یعنی چی؟ یعنی به یک انسان دیگه‌ای ظلم کردیم. نفرین انسان دیگه‌ای ما رو خواهد گرفت. جامعه رو به هم زدیم. دیگر همونطور که ما دست درازی کردیم به حق دیگران، به دیگران این حق رو دادیم که به حریم شخصیتی ما هم تجاوز کنند. پس امنیت اجتماعی رو ما به هم ریختیم و اینه که این انسانی که چنین کاری رو بکنه، این نزد خداوند متعال فاقد ارزش است. خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آدمی میاد به اصطلاح سر و وضعش به هم ریخته است، موشاش اونچنان، لباساش اونچنان، دستاشو بلند میکنه، یا رب یا رب دعا هم میکنه. ما این موارد رو در جامعه بسیار داریم. افرادی که هی یا رب میکنن، هر سال میرن حج، هر سال میرن عمره، نمیدونم رمضانشون اونچنانی، نمیدونم فلانشون اونچنانی، اما وقتی میان یا رب میکنن وضع دیگه هم دارن. اون وضعی که ما اون رو شاید نبینیم اما خداوند اون رو میبینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند این شخصی که میاد این کار میکنه و رزقه حرام، شکمش پر از حرامه، لباسش حرام، همه کارهایی که به اصطلاح به اون یعنی محیط فاسدی رو برای خودش، محیطی که در واقع شاید دیگران اون رو نمیبینند که این آدم در تجارتش حرام میخوره، این آدم ظلم میکنه، این آدم گران فروشی میکنه، احتکار میکنه، ربا میخوره، اما خدا که این رو میبینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند فانا یستجاب له، چطور امکان داره که دعای همچنین شخصی قبول بشه؟
چرا که شرط قبولیت دعا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که رزق حلال هست. حضرت سعد ابن ابی وقاص اومدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا رسول الله به من راهی رسمی فن و فوتی یاد بده که من مستجاب الدعا بشم، هر دعایی کردم خداوند متعال دعای من رو قبول کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه. ای سعد غذایی که میخوری، چیزی که میخوری این رو پاکش کن. اگر غذای پاک در شکمت رفت دعات فوراً قبول میشه، استجابت پیدا میکنه. و فرمودن که انسان احیانا یک لقمه حرام رو میذاره تو شکمش، ما یتقبل الله منه 40 یوما، 40 روز خداوند متعال نه از اون نمازش رو قبول میکنه، نه روزش رو قبول میکنه، نه صدقش رو قبول میکنه، نه به اصطلاح هیچی از عبادات و خوبی ها و طاعات اون رو قبول نمیکنه، به خاطر یک لقمه حرامی که رفت تو شکمش. و میفرمودند که اون پوستی، اون گوشتی، اون چیزی که به اصطلاح تو از جسم انسان نتیجه مال حرام بیاد اون سزاوار آتش جهنم است. پس وقتی که ما میاییم حرف از اون پایبندی به دین میزنیم، در واقع پایبندی به دین احترام آزادی شماست، احترام حفظ اون راه و رسمی است که از شیوه اون شما به سعادت باید برسید و میرسید. اما وقتی که از این پایبندی ها، از این حد و مرزها شما تجاوز کردید، در واقع حق دیگری رو تجاوز کردید، شما تجاوز به حق انسانی دیگری کردید، امنیت اجتماع رو به هم ریختید، دیگران به اصطلاح به دیگران این حق رو دادید که چون شما تصرف بکنن و حریم شخصیتی شما یا دیگری رو به هم بزنن. اینجاست که دیگه جامعه، نه جامعه روی خوشبختی رو می‌بینه، نه به اصطلاح یک فرد. شما هم در گیرودار به اصطلاح یک مشکلاتی میافتید و هم جامعه در گیرودار یک مشکلاتی میفته. ما باید با پایبندی به دین و با احترام ارزش‌هایی که قرآن کریم برای ما تعیین کرده به اون مرحله‌ای برسیم که در اون مرحله خداوند متعال ما رو دوست داشته باشه. وقتی که ما پیش خدامون عزیز شدیم، اون وقتی که دیگه خداوند متعال به ما سعادت رو خواهد داد. در حدیثی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب. خداوند دنیا رو به همه میده، به هر کس و ناکس دنیا میرسه. کسی که خدا دوستش داره دنیا بهش میده، کسی که خدا دوستش نداره هم به اون هم دنیا میده. اما دین رو، اما آخرت رو، اما سعادت رو خداوند نمیده مگر به اون کسی که دوستش داشته. وقتی که ما خودمون رو بیایم پیش خدامون عزیز کنیم، بدون شک در مسیر زندگیمون باید خوشبخت بشیم. جا داره که بینندگان عزیز واقعا درباره آنچه که جناب دکتر فرمودن از خلال آیات و احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم تأمل بکنیم. ما که خود رو مسلمان می‌دانیم، ما که به اینها ایمان و باور داریم، آنچه که گفته میشه از کتاب الله متعال و از کلام رسول صلی الله علیه و سلم، اینها ایمان داریم ما به اینها. یعنی اینها قوانینی هستند که در طبیعت وجود دارند، اینها واقعیت هایی هستند که غیر قابل انکارن. اگر من نوعی در زندگی خودم میبینم که درآمد خیلی خوبی دارم، درآمدم خیلی خوبه، هر ماه شاید میلیون ها من درآمد دارم، اما در فضای داخل خانه هیچ اثری از خوشبختی، هیچ اثری از احترام متقابل، هیچ اثری از اون احساس امنیتی که باید داشته باشم در فضای داخل خانه نیست. چرا من ماشین زیر پامو دارم، خونه برای خودم دارم، امکانات و آخرین مدل اون وسایلی رو که در بازار یافت میشه در داخل خانه دارم، اما احساس خوشبختی نمی کنم. چرا؟ کجای کار من میلنگه؟ نکنه که در تجارت خودم جای حرام وارد زندگی خودم کردم، نکنه که با معاملات خودم و تجارت خودم با افرادی که
با آنها تعامل میکنم یک فریبی، یک خیانتی، یک دروغی، گران فروشی، کم فروشی، جنس تقلبی رو به کسی غالب کردن و امثال اینها وجود داشته. نکنه که من در معاملات خودم معامله ربوی دارم، نکنه که من در سر سال وقتی که میخوام زکات مال خودم رو پرداخت بکنم دستم میلرزه، دلم نمیاد، دستم نمیره داخل جیبم تا پول در بیارم و پرداخت بکنم و حق مال خودم رو که حق مساکین و یتیم ها هست پرداخت بکنم. نکنه که من در داخل فضای خانه خودم غذایی که میارم غذای حلالی نیست، غذای حرامیه. اگر من وجود خودم رو، وجود خانواده خودم رو با حرام دارم تغذیه میکنم، چگونه باید انتظار داشته باشم بعد از نوشیدن سم جسم من احساس آرامش بکنه، جسم من احساس درد نداشته باشه، جسم من آرام باشه؟ وقتی که سم میخورم باید عواقبش رو بپذیرم، باید منتظر باشم تا تمام وجود من کم کم به درد بیاد و چه بسا که این سم سبب هلاکت من بشه و من رو از بین ببره. اینا نکات مهمی است که ما باید در زندگیمون دقت بکنیم. ما در زندگیمون باید دیدمون رو نسبت به زندگی تغییر بدیم. نباید دید ما فقط دید من مسلمان، دید شمای مسلمان، شمای مخاطب با اون کسی که اعتقاد به قرآن نداره، با اون کسی که اعتقاد به پیامبر نداره، نباید یک دید باشه. اگر من و اون، اگر ما و اونها یک دید داشته باشیم، پس فرق ما و اونها چی شد؟ پس فرق ما و اونها چی شد؟ پس این ادعای ما چی شد؟ پس این همه شعار دادن و این همه ادعای ایمان کردن به کجا رفت؟ و تجربه هم ثابت کرده که حقیقتاً در این دنیای واویلا اگر آرامشی هست و اگر سعادت و خوشبختی هست جز در دایره ایمان به الله تعالی و در دایره اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم، به والله جای دیگری نمیشه تجربهش کرد. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه موضوع. رتل بصورة القاف القرآن وضع قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع. الله رتل بصورة القاف القرآن وضع قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان وللقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع خانواده خوشبخت و اینکه این خانواده چه صفات و ویژگی هایی باید داشته باشن و چگونه میتونیم ما این احساس خوشبختی رو در داخل خانواده ایجاد بکنیم
و از کجا متوجه بشیم که اصلا خانواده ما یک خانواده خوشبخت هست؟ اجازه بدید این سوال رو من از جناب دکتر بپرسم. با عرض سلام مجدد جناب دکتر، یک خانواده خوشبخت اگر بخواید آن چیزی رو که در میدان رفتاری و به هر حال تعامل افراد خانواده با هم مشاهده میشه، صفاتی رو برای ما عزیزان بیننده بیان بکنید که چه صفات و ویژگی هایی داره این خانواده خوشبخت؟ با عرض سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. وقتی ما میخوایم بگیم که یه خانواده خوشبخته، میایم چیکار میکنیم؟ همون آیه قرآن کریم که به اصطلاح صفت یا یه خانواده رو معرفی کرد، به ما گفت لتسکنوا الیها، یک آرامش و سکون و تکاملی که بین دو ستون یک خانواده که همون دو تا همسر هستند برقرار شد. شوهر و زن هر یکی حق خودشون رو میدونن، هر یکی مسئولیت های خودشون رو میدونن، هر یکی حق دیگری رو بر خودش میدونن، وظیفش رو در قبال دیگری میدونه. هر یکی از اینها وظیفش رو در مدیریت خانواده میدونه که چطور به اصطلاح چه کار باید بکنه در قبال به اصطلاح این خانواده و در قبال خانواده بزرگتر که همون جامعه باشه و خویشاوندان و در قبال به اصطلاح فرزندان که اگر در اون محیط فرزندانی بود. خب بعد از اون چیه؟ و جعل بینکم مودة و رحمه، که بعد از اون باید صمیمیت و محبت و صفا و عشق باشه. تو خانواده‌ای که توش عشق نیست، تو خانواده‌ای که توش صمیمیت و وفا نیست، صمیمیت و رحمت و شفقت نیست، اون خانواده مشکل داره. اون خانواده در واقع یک خانواده منسجم و خانواده خوشبختی نمیتونه باشه. باید در محیط خانواده همه افراد خانواده یکدیگر رو تکامل بدن. زن و مرد یک تکامل اجتماعی بزرگی رو ایجاد کردن، مثل لباس به همدیگه دوختن، ایمان تکامل پیدا کرد، شخصیت تکامل پیدا کرد. نقایصی که در این میان هست، این نقایص بین هم دوتا با هم دیگه اینها رو برطرف میکنند و یک نوع به اصطلاح زندگی آرامی رو به وجود میارند. در این فضای آرام بچه هایی که هستند هم باید در این انس شریک باشند، در این خوبی و در این محبت و عشق. به اصطلاح هر بچه‌ای که میاد درصدی از این عشق و محبت بین زوجین رو بیشتر میکنه و در بین خود فرزندان یک نوع محبت و صمیمیت و عاطفه‌ای برقرار است. این محبت و صمیمیت یک شاخصه یک انسان مؤمن هست. هر مؤمنی باید دوست داشته باشه، باید محبت داشته باشه، باید دیگران رو دوست داشته باشه، یک الفت و صمیمیتی با دیگران داشته باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای تشویق این مورد یک حدیثی رو برای ما بیان کردند که بسیار جای تأمل داره، که در روز قیامت وقتی قیامت برپا میشه و همه انسانها نمیدونند که چه کار کنند، هر یکی به درد خودش گرفتار هست، هر پیامبری حتی میگه نفسی نفسی که من چه کار کنم، خودم رو چطور نجات بدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در این فضای سخت 7 گروه هستند که خداوند متعال اینها رو در زیر سایه عرش خودش به مهمانی برده. 7 گروهی که در سعادت هستند، در راحتی هستند، هیچ خطری اونها رو تهدید نمیکنه. اونها در مهمانی خداوند متعال در زیر سقف به اصطلاح عرش الهی قرار دادن. یکی از اون 2 گروه اون 2 تا دوستی هستند که در برای خدا همدیگر رو به دوستی گرفتند، در برای دوستی خدا و برای رضایت خدا در کنار هم هستند. حالا این 2 تا دوست 2 تا فردی که به اصطلاح هیچ گونه رابطه نسبی با هم نداشتند. حالا تصور کنیم که اگر اینها 2 تا برادر در یک خانواده باشند، یک زن و شوهری باشند یا 2 تا خواهر باشند، خواهر برادر باشند، به مراتب این ارزشش بیشتر هست و اجر و پاداشش بیشتر هست. همیشه در به اصطلاح تعالیم دینی ما این رو ملاحظه میکنیم که اگر یه چیز خوبه برای دیگران،
اگر این رو شما برای خانواده‌ات اجرا کنی 2 برابر اجر و پاداش داره. اگر شما یک به اصطلاح صدقه و خیراتی رو میخواید بدید به یک انسان فقیری، یه انسان به اصطلاح فقیر، همسایه فقیر، نمیدونم شهروند فقیر و نادار و مسکینی به اصطلاح میخواید بهش کمک کنید، اگر همین کمک رو شما به یکی از ناداران و مسکینان خانواده‌تون بکنید به مراتب شما اجر و پاداش بیشتری به دست میارید. پس این فضای صمیمیتی که در خانواده باید باشه، این یکی از علامت‌های یک خانواده خوشبخت هست. خانواده خوشبخت با هم انسجام دارند، درد همدیگر رو حس میکنند، نیاز همدیگر رو حس میکنند، در پی به اصطلاح برآورد کردن به اصطلاح و خدمت کردن به همدیگه هستند و دوست داشتن همدیگر، که خواهر برادر، نمیدونم خواهرها در بین همدیگه، برادرها در بین همدیگه، فرزندان با پدر و مادر، پدر و مادر با فرزندان، اینها یک نوع به اصطلاح محبت و انسجامی دارن. این در خود یک خانواده کوچیک. بعد این خانواده با خانواده بزرگتر که پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه‌ها و عموها و خاله‌ها و به اصطلاح دایی‌ها و غیره باشن، اینها همه این انسجام و محبت رو به وجود میارن. اینجاست که شما احساس میکنید که در یک فضای از خوشبختی و یک خانواده‌ای هستید که به اصطلاح واقعا هم خودشون از زندگی لذت میبرن، هم این لذت و خوشبختی رو با دیگران تقسیم میکنن. حالا جناب دکتر، در این خانواده خوشبختی که شما صحبتش رو داشتید که محبت هست و صمیمیت هست، آیا معناش اینه که اصلا هیچ ناراحتی پیش نمیاد گر گهگداری به حال خواهری برادری، خواهر برادرها با هم، برادرها با هم دیگه گلاویز بشن، یک سر صدای میشه، مخصوصا باز کسایی که سنشون پایین‌تر هست یا حتی بین همسران؟ آیا معناش این است که اصلا هیچ ناراحتی پیش نباید بیاد یا به هر حال گهگدار امکان داره که این اتفاق بیفته؟ وقتی که ما به عنوان یک انسان در زیر یک سقف زندگی میکنیم، حالا چه سقف خانه باشه چه سقف آسمون، اختلافات باید به وجود بیاد، چون که اختلافات در واقع نتیجه چی هست؟ نتیجه یک نوع سوء تفاهمی هست، یک نوع برداشت‌های غلط هست، نتیجه یک نوع نابرابری فکری هم هست. یه چیزی پیش من خوبه پیش شما خوب نیست، یه چیزی در یک وضعی از حالت روحی روانی که من قرار دارم اون کار رو انجام میدم که این پیش شما بسیار زننده و بد هست، با هم دیگه به اصطلاح نمیتونیم با گفتمان درست کنار بیاییم، صدامون بالا میره، احیانا گلاویز هم میشیم. همه اینها به وجود میاد، در همه خانواده ها اینها به وجود میاد. در خانواده حسادت میشه، خواهر بزرگتر و کوچکتر به هم دیگه حسادت میورزن، خواهر از برادر، برادر از خواهر حسادت میبره. به هر حال همه اینها در یک خانواده به وجود میاد. اما این خانواده وقتی که مشکل به وجود میاد، مشکل رو به عنوان مشکل نگاه میکنه، نه به عنوان شخص. وقتی که فلانی اشتباه کرد، این کارش اشتباهست، اما خودش انسان بدی نیست، خودش برادر من هست، خودش به اصطلاح خواهر من هست، خودش همون عزیز هست، همون شوهر هست، همون به اصطلاح همسری هست که من براش جون میدادم، من بهش عشق میورزم، اما این رفتارش، این کردارش بسیار زننده است. این رو باش میخوام تفاهم برسم، بهش بفهمونم که این کار رو نکنه، بعد نمیخواد قبول کنه، باعث شده که صدامون به هم رو هم بلند بشه، باعث شده دستامون رو هم بلند بشه. همه اینها به وجود میاد، اما یک حد و مرزایی رو برای خودشون قائل هستن. مثلا در این خانواده بزرگتری هست، پدر هست، پدر محوریت داره یا مادر محوریت داره که به اصطلاح این لغزش ها رو میبرن پیش اون و حلش میکنن. هر چه پدر گفت یا هر چه مادر گفت کنار میان. یک به اصطلاح 2 روزی میگذره، در برخی موارد اصلا زمان خودش جزئی از حل هست که شما نیاز هست که با برادر بزرگترت یا با خواهر کوچکترت یا با نمیدونم یکی از اعضای خانواده یه مقدار خشونت به خرج بدی، چرا که یک مرتکب یک اشتباهی شده، مرتکب یک لحظه شده، شما نیاز هست که بهش بفهمونی که این کار خودت هست، خودت انجام دادی، باید مسئولیتش رو برداشت کنی، باید نمیدونم عواقبش رو خودت تنها برداشت کنی، چون که خودت این کار رو انجام دادی و نیاز هست که به اصطلاح یه مدتی اون رو به حال خودش رها کنی تا احساس بکنه که به اصطلاح
نونور نشه، احساس نکنه که به اصطلاح اشتباه رو من انجام میدم و دیگران هستند که از من حمایت میکنن. نه، همه اینها رو به اصطلاح مسائل تربیوی رو هم پدر هم مادر هم دیگران در به اصطلاح در نظر دارن و در این حال مواردی هست که باید ازشون چشم پوشی کرد. چطور دیدی ندیدی، یک اشتباهی به وجود اومد، یک کاری رو پسر کرد، همسر کرد، نمیدونم بزرگتر کرد، کوچیکتر کرد، دیگران میدونن که اون این به اشتباهش پی میبره، حالا امروز نه فردا، به روی خودشون نمیارن، میذارن که به اصطلاح این تجربه بگذره، خاصتا برای نوجوانای ما که به اصطلاح در حال به اصطلاح رسیدن به سن بلوغ هستند. یک حرکت هایی که به اصطلاح این مرحله عمری اقتضا میکنه، یا حرکت هایی که به اصطلاح مرحله عمری یک کودک اقتضاش رو داره، یک جوان اقتضاش رو داره، همه اینها یک نوع به اصطلاح گذشتی هم در این خانواده هست. اشتباهی کسی صورت از کسی بروز میکنه، اینه که ما میبینیم که قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به گذشت و به تجاوز از حق خودت بگذار، به اصطلاح کسی به تو ظلم کرده بگذره، طرف میاد رسول خدا صلی الله علیه وسلم رو لباسشون میگیره محکم میکشه، گردن مبارک زخمی میشه و داد هم میزنه که های محمد از اون چی که خدا به تو داده به من بده، که تو از جیب خودت و از جیب بابات که به من نمیدی. خب با این الفاظ زشت، با این روند زشت، اما میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در مقابل این یه لبخند فقط به ایشون تحویل میدن. یا خداوند متعال میفرمایند و سارعوا الی مغفرة من ربکم، در برای رسیدن به مغفرت الهی و گذشت الهی و هم دیگه مسابقه بدید، و برای رسیدن به جنت عرضها السماوات والارض، برای رسیدن به بهشتی که پهناش از آسمان ها و زمین هم بیشتره و اون برای متقیان به اصطلاح تدارک دیده شده. این متقیان کی هستند؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. اینا افرادی هستند که خشم خودشون رو کنترل میکنن و از مردم در میگذرن. در محیط خانواده اینا به وجود میاد، کاری صورت میگیره، کسی از افراد خانواده یک حرکتی انجام میده که انسان دیگه میخواد از شدت خشم بترکه، اینجاست که خودش رو کنترل میکنه تا از کاظمین غیظ باشه، کسایی که خشمشون رو فروکش میکنن. والعافین عن الناس، و میگه که این کار صورت گرفت دوباره تکرار نشه، این دفعه من بخشیدم، گذشت کردم، گذشت میکنن. با این گذشت، با این مثلا احیانا مثلا چشم پوشی کردن، همه اینها یک محیطی از خانواده رو به وجود میاره، یک محیطی که به اصطلاح در اون صمیمیت به اوج میرسه، در اون یکدیگر رو تکامل دادن، در کنار هم دیگه بودن به اوج میرسه. اینجاست که به اصطلاح هم خواهر هم برادر میدونه که من اشتباه کردم یا فلانی اشتباه کرد، فردا این اشتباه شاید از من صورت بگیره، هر طوری هست این برادرم هست، این عزیز من هست، این نیاز به من داره. ما در کنار هم دیگه به اصطلاح این مشکلی که به وجود اومده از این میگذریم و این رو طی میکنیم. در مسیر خانواده اینجور چیزا به وجود میاد. وقتی که همه اینها در کنار هم بررسی شد، اینجاست میبینیم که به اصطلاح خانواده، افراد خانواده یک نوع انسجام خوبی به دست میارن و محیط خانواده یک محیط قوی و نیرومندی خواهد شد. حالا جناب دکتر، احیانا ما در فضای داخل خانواده شاید که احساس بکنه یکی از اعضای خانواده که بهش ظلمی میشه، ستمی میشه، بیمهری میشه، حالا کمی تعبیر رو خفیفترش کنیم، و اونگونه که شایسته هست و حقش هست با اون برخورد نمیشه و فکر میکنه که باز در تلاش‌هایی هم که کرده نتونسته این مشکل رو در داخل فضای خانواده حل بکنه. آیا شما صلاح میبینید که این رو جای دیگه مطرح بکنه و بره مثلا برای حل این مشکل و برای اینکه این فضا رو بیشتر حاکم بکنه؟ حالا سعی کرد و نتونست، بره جای دیگری، فضای خارج از خانه، حالا چه از اقوام خویشاوندان، نزدیکان یا دوستان، بره اونجا و این مسئله رو مطرح بکنه، حالا چه زن و شوهر با هم مشکل دارن یا اینکه اعضای خانواده یک کسی با هم مشکل دارن و بره اونجا این مسائل رو مطرح بکنه. آیا اینو صلاح میبینید که برای حل این مشکلات برخی از آن به هر حال اسراری که در داخل فضای خانه هست رو جای دیگه شخص مطرح بکنه به نیت اصلاح؟ به طور عموم اسرار خانواده مقدس هست
در خانواده هر چی که اتفاق میفته این باید در محیط خانواده حفظ بشه. چرا؟ چون که این مسائلی که داخل خانواده هست اینها تأثیر منفی میذاره بر وجاهت و هیبتی که یک خانواده داره. اون جایگاهی که پدر داره، اون جایگاهی که مادر داره، اون جایگاهی که به اصطلاح افراد خانواده دارن. احیانا بعضی از افراد خانواده، همسران به اصطلاح از روی نادانی، از روی نمیدونم نقل مجلس ساختن، به اصطلاح شوهر سر زنش دعوا شد سر یه مسئله بسیار جزئی، نمیدونم غذات خراب بود، فلان کار شد، یه چیزی، فوراً خانم اینو میبره پیش مادرش میرسونه. خب چه اتفاقی میفته؟ فردا خب همین زن و مرد هستید، شما با هم زندگی میکنید، امروز یکم خط خطی شدید، فردا میشید عشق و به اصطلاح خوب میشید، قضیه یادت رفت، از شوهرت هم یادش رفت. اما چی شد؟ شما با این کارت این خوبیت اون به اصطلاح اشتباه دیروزی رو کلاً محو کرد. این عشقی که امروز به وجود اومد اون کدورت دیروزی رو کلاً از ذهن و خاطرت پاک کرد. اما اون کدورت هنوز تو به اصطلاح ذهن مادرت هست. وقتی که براش این مسئله رو درز دادی، یه مسئله دیگه رو درز دادی، یه مسئله کوچیک دیگه، اینها شما در به اصطلاح آرشیو ذهن مادر و تا آرشیو ذهنی که از خیشان شما یک به اصطلاح آرشیوی از بدیهای خیلی جزئی شوهرت گذاشتید. الان چهره این شوهر در ذهن مادر شما، در ذهن نمیدونم عموی شما، یک انسان بدجنس، بدخلق، یک انسان به اصطلاح بدی به هر حال در اونجا شما گذاشتید. و خب دیگه اون همونطوری که شما نتونستید این حرف کوچیک رو در بین 32 تا دندونت زندانی کنید، خب اون عمود هم نخواهد تونست اون رو در بین مثلا 32 تا دوستش زندانی کنه. هر جا میره یک کلاغ و 40 کلاغ، این وجاهت خانواده شما زیر سوال میره. نه تنها خود شوهرت، نه اینکه همه به اصطلاح مادرها و کیشان و اینا میفهمند که شوهر دیگه انسان بد جنس بد خلقی هست، در حالی که خودت این باور رو نداری. خودت فقط یه مشکلات بسیار جزئی که بی وجود میارد این رو میبردی بیرون درز میدادی. خودت نمیگی که شوهرت بده، اما همه رو کاری کردی که همه شوهرت رو بد ببینند. خب شوهرت که بد در چشم مردم بد رفت، الان فردا که میخوای بری خواستگاری برای پسرت، میگن این پسر مال اون شوهر اون پدر بد هست. وجاهت پسرت رو از بین بردی. منتظری که به اصطلاح خواستگار بیاد زنگ خونت رو بزنه، کسی نمیاد. چرا؟ چون که در جامعه خودت با همین ندانمکاری‌هات تصوری کاشتی که این پدر بد حتما دختر بد تربیت میکنه. به این صورت تو کل وجاهت خانوادت رو زیر سوال بردی برای درز دادن بسیار بسیار مسائلی که اصلا به دیگران ربط نداره. خب اصلا در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که از خوبی اسلام یک فرد اینه که به اون چیزی که به اون ربط نداره توجه نکنه. اون چیزی که به اصطلاح من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، اون چیزی که به تو مربوط نیست، اصلا چرا اون چیزی که به دیگران مربوط نیست چرا به اونا میرسونی؟ و به خصوص بعضی از موارد هست در زندگی زناشویی که اینها به اصطلاح در حد اعلای تقدس هست که این رو نباید هیچ وقت و هیچ زمان یک زن و مردی برای دیگران تعریف کنند. این نوع افرادی که میان به اصطلاح مسائل آمیزشی به اصطلاح بین زن و شوهر، روابط بسیار عاطفی زن و شوهر رو میرن برای دیگران نقل میکنن، اینها رو پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم معرفی کرده اینها بدترین انسانها هستند نزد خداوند متعال. زشترین و بدترین و پلیدترین انسانها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزد خداوند متعال در روز قیامت اون مردی یا اون زنی هست که مسائل زناشویی که بین خود همسرش اتفاق میفته اینها رو میاد بیرون به اصطلاح برای دیگران منتقل میکنه. حالا این دیگر هر کی میخواد باشه، مادر هست، نمیدونم پدر هست، عزیز هست، فلان هست. یه مسائلی هست که دیگه اینها به هیچ عنوان نباید از محیط خانواده درز کنه. یه مسائل دیگه هست که به اصطلاح جنبه به اصطلاح صلاح و مشورتی داره. یعنی
بعضی مسائل هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ما خواب من استخار، کسی که توکل کنه بر خداوند متعال و همیشه از خداوند مشوره بکنه، اون هرگز به اصطلاح ورشکسته نمیشه و شکست نمیخوره. ولا ندم من استشار، و همچنین کسی که از تجربه و مهارت‌های دیگران استفاده میکنه، از دیگران مشوره میگیره، تجربه دیگران، مهارت‌های دیگران رو ازش استفاده میکنه، اون پشیمون نمیشه. مسائلی که این چنینی هست، مسائلی که مثلا برای به دخترش پیشنهاد کرده که آقای سلیمانی اومده خواستگاری، قبولش کنیم یا نه؟ دختر میخواد که تصمیم جدی بگیره، الان با مادر به اصطلاح مشوره میکنه، با خاله مشوره میکنه، با عمه مشوره میکنه، اونایی که خیلی باش به اصطلاح دوستند و خیلی به هم وابسته هستند و امکان نداره که براش بد بخواند یا سرش رو یا رازش رو جای دیگه فاش کنند. یا مثلا پدر مجبورش میکنه که با آقای سلیمانی باید ازدواج کنی، ایشون برنامه سفره دل رو اداره میکنند، آدم خوبی هستند و از این حرفا. اون وقت دختر نمیخواد. اینجاست که مثلا میخواد که این فشاری که پدر آورده رو با یک اهرم خارجی که در جامعه در خود خانواده هست، با عمویی که حرفش پیش پدر به اصطلاح گوش شنوا پیدا میکنه، یا با عمه یا نمیدونم دایی یکی از خیشان استفاده میکنه از این اهرم‌ها برای رسیدن به یک هدف، یعنی یک هدف آنی، یک هدف جزئی، یک چیزی که به هر حال از باب استشاره هست. مسائلی که این چنینی هست، اینها هم در یک محدوده بسیار تنگ، نه اینکه امروز به اصطلاح آقای سلیمانی اومد خواستگاری، فردا تو شهر بپیچه که دختره آقای سلیمانی رو نمیخواد و میخواد که به اصطلاح همه به اصطلاح بیان به دادش برسند و پدر را قانع کنند. این مسائل باید هر یکی از این مسائل در محدوده خاص خودش، اینها همه جز اسرار پنهان یک خانواده هست. خانواده کلن، خانه یعنی سر، خانه یعنی اسرار. این اسرار نباید بیرون درز کنه. مسائلی که بین خواهر برادرها هست، مسائلی که بین پدر مادر هست، مسائلی که بین پدر و فرزندانش هست، اینها باید در یک فضای بسته تقدس خانواده رو ما باید حفظ کنیم. دیگرانی هم که به اصطلاح ناخودآگاه از این مسائل به اصطلاح اطلاع پیدا می‌کنند، خانواده‌های به اصطلاح نزدیکان خانواده، عموها و عمه‌ها و نمیدونم اینها هم باید این مسائل رو درک کنند و بهشون فهمونده بشه که قضیه یک خانواده، یک شخص، آبرو و حیثیت یک شخص لطمه میزنه بر آبرو و حیثیت یک خانواده، و آبرو و حیثیت یک خانه لطمه میزنه بر آبرو و حیثیت یک فامیل و احیانا یک شهر. حالا جناب دکتر، احیانا در فضای خانواده شاید یک مشکلی هست که خانواده واقعا از عهده حل مشکل بر نمیان و شاید مسائلی هست، مثلا شخصی هست مریضی داره، حالا چه مریضی جسمی چه مریضی های روحی، و به حدی رسیده که احساس میکنه خانواده، حداقل چند نفری که دور برش هستن، احساس میکنن که به تنهایی از عهده حل مشکل بر نمیان. اینجا چی کار باید بکنن؟ راه حل اینجا چیه؟ مسائل اینچنینی در هر خانواده احتمال بروزش هست. یک لغزشی از یکی از جوانای خانواده، خب دختر مورد یک لغزش به اصطلاح اخلاقی قرار گرفت، یک نوع اعتیادی در خانواده ظهور کرد، یکی از بچه‌ها متوجه شدن معتاد هست. الان این خانواده با یک بحران دست به گریبان هست. این بحران رو باید خودش حل کنه، ببینه که باید توانمندی این خانواده، افرادی که توی این خانواده هستند، قدرت پتانسیلی که این خانواده داره، قادر است که این مسئله رو حلش کنه یا نه. میبینیم که نه. مثلا توی این خانواده یه پسر هست، 2 تا دختر هست، پدر مادر دستشون نمیرسه، این پسر معتاد شده یا برای دختر یا پسر یک مشکل اخلاقی به وجود اومده. اینجا چیکار میکنن؟ اینجا در به هر حال یک خانواده به اصطلاح گفتیم که یک به اصطلاح نقطه به اصطلاح کوری در یک بیابون نیست. خانواده عبارت از یک فامیل هست، فامیلی که باز در کنار اینها کی با اینها نزدیک هست.
عمو مشکل داره با این خانواده، اومده خواستگاری دختره رد کردند، الان میخواد انتقام میگیره. پس این عمو جز این خانواده، جز اسرار این خانواده نیست، به اصطلاح دلسوزی این خانواده نیست. در این مسائل و کوچکترین از این مسائل هم ما با عمو همچنین عمویی مشوره نمی کنیم. اما در این حال مثلا اینجا دایی رو داریم، در اینجا پدر بزرگ رو داریم، آقا پدر بزرگ و دایی و اینا رو هیچی رو نداریم، یک همسایه دلسوزی داریم که از همه اینها نزدیکتر هست، یک نمیدونم معلمی داریم که از همه اینها دلسوزتر و حکیمتر و با تجربه تر هست، یک امام مسجدی داریم که از همه اینها به ما نزدیکتر و دلسوزتر و انسان با امانت دارتری هست. اینجاست که ما در الان برای حل این مشکل از همه اهرم‌هایی که در جامعه، اهرم‌های مفیدی که در جامعه هستند و خیرخواه ما هستند و برای رسیدن به سعادت ما یا برای حل مشکل ما حاضرند وقت بدن، حاضرند به اصطلاح زحمت بکشند، حاضرند با ما همکاری کنند، ما از همه اینها میتونیم استفاده کنیم برای رفع این مشکل و این بحران. اینجا دیگه حق نداریم که بیاییم بگیم که بله ما میخواییم که سرپوش بذاریم. بر یک واقعیت شما هیچ وقت نمیتونید سرپوش بذارید. تا کی میخواهید که مردم نفهمند که به اصطلاح پدر یا برادر معتاد هست؟ تا کی میخواهید که مردم نفهمند که فلانی مورد همچنین به اصطلاح براش همچنین مشکلی رو داده؟ وقتی که به اصطلاح مشکل اومد و همه سر و کله ها به اصطلاح به هر حال یک مشکل به اصطلاح گندش بالا اومد و همه فهمیدن، دیگه اونجا روسیایی است و به اصطلاح آبروریزی. پس قبل از اینکه مسائل به این حد برسه، ما در همون میدانی که میتونیم اون مشکل رو، اون بحران رو کنترلش میکنیم و از اهرم‌هایی که دلسوز ما هستند و در کنار ما هستند از اونها استفاده میکنیم برای رفع همچنین مشکلاتی. مسائل اخلاقی تا چه اندازه این رو باید همون خانواده بگیرن بسنجند که چطور با این رفتار کنیم. اون دختری که به اصطلاح براش مشکلی پیش اومده و الان تو یک گرگی رو خورده، الان چه کار باید کرد؟ آیا مثلا با استفاده از اهرم انسانهای با وجاهت به اصطلاح با امانت ما حفظ آبروی به اصطلاح خانواده کنیم و اون پسری که به اصطلاح دختره رو گول زده اون رو مجبورش کنیم که باش ازدواج کنه؟ آیا نیاز هست که ما اصلا کلا این شهر و این منطقه رو ترک کنیم، بریم یه جای دیگه، یک خونه دیگه، توی یه شهر دیگه، توی منطقه دیگه زندگی کنیم که از این به اصطلاح محیط ناسالم دور بشیم؟ اینو خود خانواده با به اصطلاح مشوره همون افرادی که به اصطلاح با وجاهت هستند و با درایت هستند و حکیم هستند، با اونها تصمیم میگیره و زود واکنش نشون میده، زود به اصطلاح کاری انجام میده که به اصطلاح این موردی که پیش اومده این بحران رو نذاره که این بحران در خانواده به اصطلاح یک فسادی رو به بار بیاره، یک نمیدونم چرکی رو به اصطلاح بار بیاره، بلکه زودتر این بحران رو طی کنن، یک راه حلی برسن تا بتونن یک زندگی آرام و خوبی رو ادامه بدن. نه اینکه ما یک بحران نباید باعث بشه که کل مسیر زندگی خانواده منحرف بشه، نباید باعث بشه که کل زندگی این افراد این خانواده تحت شعاع قرار بگیرند. اگر کسی اشتباهی ازش صورت گرفت، بذاریم که خودش مسئولیتش رو متحمل بشه. حالا مسئولیتش یک نوع عقاب جنایی هست، یک نوع نمیدونم زندان هست، یک نوع بازخواستایی هست، هر چه که هست اون مسئولیتش رو به اصطلاح خودش برداشت کنه و مسیر خانواده منحرف نشه. نذاریم که مثلا اعتیاد پدر باعث بشه که همه بچه‌ها از درس و مشقشون و از مدرسهشون بیفتن. نذاریم که باعث بشه که به اصطلاح یک بحرانی که به وجود اومده کل خانواده رو فلج کنه. همون بحران رو، هر بحرانی، هر مشکلی رو در همون دایره خودش، در همون حجم خودش نگه داریم و اون رو در پی حلش باشیم، نه اینکه بذاریم به اصطلاح بر ریتم زندگی خانواده تاثیر کشنده و بحران سازی رو داشته باشه. صحبت از بحران کردید جناب دکتر. خیلی وقتا شنیده میشه که در فضای داخل خانه گلایه‌هایی که
مطرح میشه. میگن که مثلا یکی از مواردی که سبب بحران میشه در خانواده و یا به تعبیری جامع‌تر اون احساس خوشبختی رو و اون فضای خوشبختی رو کمرنگ میکنه در داخل خانواده، مشکلات اقتصادی هست و نحوه تعامل افراد خانواده با هم در موضوعات اقتصادی، حالا یا به هر حال درآمد کلی خانواده یا اینکه یک نفری به عنوان مسئول به هر حال بخش مالی در خانواده یا نانآور خانواده هست یا به هر حال مسئولیت رو به اون دادن، در تعاملش با افراد خانواده در بعد اقتصادی و در بعد مالی تعاملش به نحوی است که رضایت بخش نیست و دیگران در این باب احساس میکنن که این سبب شده که یک کمی خوشبختی خانواده رو کمرنگ میکنه. کلا در بحث اقتصادی و بعد مادی قضیه چقدر این نحوه تعامل رو شما در فضای خوشبختی و تأثیر بر فضای خوشبختی در خانواده مؤثر میبینید؟ قضیه مال و به اصطلاح ثروت یا اون دارایی که در خانه میچرخه، اون هزینه‌ای که به اصطلاح پدر یا درآمدی که پدر داره و خانواده رو میچرخونه یا پدر و مادر هر دوتا در حال کار هستن در خانواده‌ای که به اصطلاح هم زن و شوهر کار میکنن، این مسائل بسیار پررنگتر به وجود میاد. وقتی که ظرفیت ها پایین هست و زن فکر میکنه که به اصطلاح این درآمد من هست، پس من هر کاری که دلم میخواد باید بکنم و خودخواهیش بهش اجازه نمیده که واقعیت رو ببینه. شما وقتی که به عنوان یک خانم خانه‌دار وظیفت رو رها کردی و شدی یک خانم کارمند، برای چه کارمند شدی؟ برای به اصطلاح رفاه این خانواده. پس چیزی به نام حق خودت نداری. اون چیزی که شما در مقابل این چندرخواز مبلغ پولی که به اصطلاح حقوقی که وارد خانواده میکنی، در واقع آسایش خانواده رو گرفتی، مادریت خانواده رو ضایع کردی تا بشی به اصطلاح کارمند خانواده. پس اینجا منیت ها باید ذوب بشه. شما آرامشی و وظایفی رو از خانواده گرفتی، در مقابل این وظایف میخوایی یه مقدار پول به این خانواده وارد کنی. این مسائل رو باید مد نظر داشته باشیم. خود به اصطلاح نحوه به اصطلاح مدیریت مال و در خانواده، یکی اینه که به اصطلاح چقدر ما بتونیم خانواده رو چشم پر تربیت کنیم. خیلی از خانواده ها به این مرحله از رشد رسیدن، خیلی از خانم ها به این مرحله از رشد رسیدن که وقتی مثلا حرف از طلا و نمیدونم جواهرات و اینا بشه، برای اون فرق بین طلا و نمیدونم آهن پاره زرد رنگ هیچ فرق زیادی احساس نمیکنه. حاضر نیست به خاطر مثلا یه تکه آهن پاره زرد رنگ که به اصطلاح اسمش طلاست بیاد مثلا مسیر خانواده، نیازهای خانواده رو تحت شعاع قرار بده، کمالیات رو مطرح کنه و نیازهای خانواده رو زیر پا بذاره. خانواده حاضر نیست مثلا هزینه تحصیلی بچهش رو در فلان دانشگاه متحمل بشه، اما مادر باید سرویس تلاش رو داشته باشه و همونطور که به اصطلاح بهش قول داده بودن باید فلان چیز براش خریده بشه. اینه که وقتی ما میبینیم قرآن کریم میفرماید ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، انسانهای تبذیرکار برادرای شیطان هستند. حالا تبذیرکار کی هستند؟ مبذرین کی هستند؟ ابن مسعود صحابی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دانای قرآن، ایشون میفرمایند که مبذرین اونها افرادی هستند که مال و ثروت رو در غیر جایی مناسبش به اصطلاح مصرف میکنند. ما باید امسال بریم گردش، اما در این حال ما مسائل بسیار مهمتر از اینی داریم که به اصطلاح روش کار نکردیم. نیاز هست ما به اصطلاح در زندگیمون به نیازها هنوز بسته هستیم، میریم دنبال کمالیات. این رو میگن تبذیر، این رو میگن به اصطلاح ولخرجی، که این انسانهای ولخرج به اصطلاح برادرای شیطان هستن. البته این تصور اینی که ولخرجی نکنیم نمیدونم فلان، این باعث نشه که حق خانواده یا اون نیازهای خانواده رو هم ضایع کنیم. اینی که من بیام به اصطلاح اون مال و ثروتی که دارم آقا بیاریم اینا رو به اصطلاح بذاریم تو بانک، تو حساب بانکیمون بذاریم، تو فلان بذاریم،
برای روز مبادا. امروزم رو ویران میکنم برای روز مبادا. اون روز مبادا شاید اصلا وجود نداشته باشه و شاید اصلا وجود نیاد. خداوند متعال پیامبری برای ما فرستاد که این پیامبر به ما شیوه زندگی رو آموخت. در شیوه زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این هست که از خدای متعال نقل می‌فرمایند که انفق یا ابن آدم انفق علیک، ای ابن آدم اون چیزی که من دادم اونو خرج کن تا من بهت بیشتر بدم. اون چیزی که تو به خداوند بهت داده در راه خدا بده، در راه به اصطلاح چرخوندن مسیر خانوادت بده. انفاق بر خانواده مهمتر است از انفاق بر به اصطلاح فقیر و نادار و مسکین و ناتوان. چراغی که برای خانواده حلال هست، رواست و نیاز هست، حرامه که ببری به مسجد. پس این قضیه اینه که به اصطلاح ما در فکر این باشیم که چطور یک درآمدی که داریم این رو درست مدیریت کنیم. مدیریتش باید به شیوهی باشه که ما در اون به اصطلاح احساس کنیم که داریم عبادت میکنیم، از به اصطلاح مصرف پولمون در زندگیمون لذت ببریم، از انفاقی که بر خانواده میکنیم، از انفاقی که بر دیگران میکنیم، بر اطرافیان میکنیم لذت ببریم، بفهمیم که این یک نوع عبادت هست. اینجاست که دیگه مفهوم داد و ستد در خانواده مفهوم دیگه میشه. مفهوم آسایش خریدن هست، مفهومش خوشبختی خریدن هست. در دادنها احساس خوشبختی میکنیم، نه اینکه فقط در گرفتن باشه. این وقتی که ما به این مرحله از قناعت برسیم، افراد خانواده به این مرحله از قناعت برسن، دیگه این مسائل مطرح نمیشه. اما وقتی که خودخواهی هست، وقتی که منیت هست، چرا به برادرم اینقدر برای به اصطلاح هزینه دانشگاهش اینقدر پول دادید، به من چرا نمیدید؟ بابا این هزینه دانشگاه داشت، شما هنوز تو مدرسه ابتدایی هستید، هزینه تو کمتره، نباید مثل همونی که برای اون خریدید برای من بخرید. بابا اون به اصطلاح دانشگاهش دوره، نیاز به موتورسیکلت بود، تو الحمدلله دانشگاه نزدیک، نیازی نیست. به هر حال این مسائل وقتی که به این صورت منیت ها وقتی که ذوب شد، دیگه این قضیه مادیات در خانواده اصلا خانواده رو یا مسیر خوشبختی خانواده رو تحت شعاع قرار نخواهند. در مورد خانواده هایی که جناب دکتر حالا بحث خوشبختی رو اگر بخواید معرفی بکنید، در فضای خانواده ای که مرد خانواده 2 تا همسر داره، چه تعریفی دارید از خوشبختی در این فضا؟ خانواده ای که مرد خانواده 2 تا 3 تا یا 4 تا ازدواج کرد، ببینید بعضی از خانم ها فکر میکنن وقتی که شوهر من یک زن دیگه گرفت یعنی اینی که من رو دوست نداره، یعنی این که من رو حقم رو ادا نمیکنه، یعنی این که به من ظلم میکنه، یعنی و بگو مگوهای اطرافیان، شیطانهایی که به اصطلاح در اینور و اونور هستند، حرفایی که اینور و اونور میشنوه، همه اینها باعث میشه که به اصطلاح یه مقداری تو خودش خرد بشه. این مورد وقتی به وجود میاد که خود شخصیت این خانم ضعیف هست. شخصیت این خانم اون قدرت رو نداره که خودش رو به اصطلاح به جامعه تحمیل کنه. الان در مقابل وسوسه های اطرافیان، در مقابل وسوسه های چشمای مردم، این داره واکنش نشون میده و فضای خانوادهش رو به هم میرزه. ببینید من از یک مادر وقتی میگم، از یک مادری که 10 تا فرزند داره بپرسیم که کدوم یکی از فرزندات پیشت عزیزترن، میبینی که همه رو به یک اندازه دوست داره، همه براش عزیزن. مادر 15 تا فرزند داره، وقتی که یکی از فرزنداش وفات میکنه مثل دقیقاً همونطوری گریه و زاری میکنه که انگار که مادری بود یک فرزند بیشتر نداشت. همه اینها یک جایگاه داره، یک محبت داره. همه این 10 تا 15 تا فرزند توی قلب این مادر جای گرفت. چرا ما نمیخوایم بفهمیم که آقایی که ازدواج کرده بنا به دلایلی ازدواج‌های مجدد کرده میتونه تو قلبش 4 تا همسر رو به یک سان دوست داشته باشه، 4 تا همسر رو به یک سان براش قابل قدر و احترام و منزلت باشن. بله درسته که به خاطر فلان خانمش یه مقداری چرب زبونتر هست، فلان خانمش یه مقداری عزیزتر هست، خوش زبونتر هست، خوش رفتارتر هست،
بیشتر به اون میرسه، بیشتر به اصطلاح مسائل نیازهای اون رو برطرف میکنه، به اون تمایل بیشتری داشته باشه، این طبیعی هست. اما برای همین زن اگر برای همین مرد اگر شما خدای نکرده از یکی از همسراش یک کوچکترین بدی رو بگید، فوراً میبینید که واکنش نشون میده، فوراً احساس میکنه که این غیرتش هست، شما به ناموسش به اصطلاح بد گفتید. همه این همسرها پیشش یکسان هستند. اینجا ما این خانم ها در این مسیر باید به جای اینی که بیان فکر کنن با زدن همدیگه به اصطلاح شوهرشون رو کسب میکنن، بیان با یک واقعیتی که هست با این واقعیت بسازن. شما ببینید که شوهرتون چه باعث شد که شوهرت بره زن دوم بگیره. اگر این بود که شما در به اصطلاح رسیدن به شوهرت کمی کردی، شما سبب بودی، خب پس اینجا دیگه باید با این واقعیت بسازی و خوشحال هم باشی که به هر حال همسرت به جای اینکه تو رو ول کنه رفت یه همسری دیگه پیدا کرد. یعنی این نهایت وفا و نهایت محبتی هست که برای تو قائل هست. این محبت رو نباید از دست بدی، این وفای همسرت رو نباید زیر پا بذاری. اما نه، همسرم رفت ازدواج کرد به خاطر چی؟ به خاطر دید یه خانمی هست نیاز داره، نمیدونم سرپرست نداره، یتیم داره، فلان هست، دختر مونده ای هست، رفت ازدواج کرد. الان باید تو این خوبی همسرت رو ببینی که این همسر چقدر انسانیت توش هست. این انسانی که به این مرحله ملائکه‌ای رسیده که به فکر جامعه هست، به خاطر به اصطلاح رفع یک باری از جامعه حاضره این بار رو به دوش خودش بذاره. شما باید بدونید که این همسری که برای دیگران داره دل میسوزونه برای شما 10 برابر و 100 برابر منزلت قائل هست، برای شما بیشتر با وفاتر از در حق شما. شما باید با این واقعیت ها چهره زیبای واقعیت رو ببینید. وقتی چهره زیبای واقعیت رو دیدید، همسرت پیشت عزیز میشه. اون خواهری که برات در این خانواده آورد، این دیگه اسمش هوو نمیشه، اسمش میشه خواهر. در کنار تو میتونید در کنار هم یک زندگی در به اصطلاح ساختن خوشبختی به مراتب بهتر از اون خانواده هایی که یک همسری توشون هست، به مراتب شما موفق تر باشید. و اصل حکایت هم بر همین است. اصل حکایت بر این است که هر خانواده‌ای که در اون بیش از یک مادر هست، اون خانواده یعنی توانمندی ساخت خوشبختی در خانواده‌ای که 2 مادر هست 2 برابر هست. در خانواده‌ای که 3 مادر هست در اونجا خوشبختی باید 3 برابر باشه. در خانواده‌ای که 4 مادر در اونجا هست 4 برابر فرصت خوشبختی بیشتر هست و فرصت رشد بچه‌ها هم بیشتر هست، فرصت رشد و پویایی خود شوهر هم بیشتر هست و فرصت به اصطلاح پویایی و قدرتمند بودن و به اصطلاح سعادت در هر یک از این همسرها بیشتر و بیشتر میشه. این حرفایی که اینور اونور میره روی زبانها میاد، اینها وسوسه های شیطانی هست. خداوند متعال به ما گفت که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست و شما حرف دشمنتون رو نگیرید، اون رو به عنوان به چشم دشمن نگاه کنید. وقتی که ما اینطور به زندگی نگاه کنیم، با این واقعیت هایی که از نظر علمی ثابت هست نگاه کنیم، اون وقته میبینیم که زندگی خیلی زیبا میشه. اون وقتی که دیگه بار سنگینی که رو جامعه هست، بار به اصطلاح دخترهای مونده، بار زنهای بیوه، بار به اصطلاح زنهایی که طلاق داده شدن، اینها از جامعه برداشته میشه. شما عزیزان نگاه کنید، به من نشون بدید یکی از صحابه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، به من نشون بدید یکی از پیامبران اولوالعزمی که خداوند فرستاده، یکی از انبیاء علیه السلام که مثلا تو زندگیش بیش از چند تا همسر نباشه. ببینید جعفر شهید میشه، همسرش اسما بعد از بیوه زن ابوبکر باش ازدواج میکنه. ابوبکر چشم از جهان میبنده، همسرش اسما علی باش ازدواج میکنه. یعنی در همچنین محیطی، در همچنین جامعه یک نوع انسجام، یک نوع محبت، یک نوع صمیمیتی به وجود میاد که این نوع جامعه امکان نداره که هیچ قدرتی، هیچ توانی بتونه اونها رو به اصطلاح تار و پودش رو از هم باز کنه.
صحبت‌های جناب دکتر رو من کاملا یقین دارم که به راحتی خواهران تحمل نمی‌کنند. اگر تا حال همچنان بیننده برنامه ما مونده باشن، عده‌ای از خواهران گرامی و کانال عوض نکرده باشن، من خطاب به اونایی که هنوز باقی موندن پای تلویزیون دارم عرض میکنم این موضوع رو. واقعیت موضوع این هست برای خواهران بزرگوار و گرامی که همسرشون به هر حال شوهرشون همسر دیگری رو انتخاب کرده. این واقعیتیه که هست. الان ما صحبت ما روی واقعیت ها بود دیگه. الان شوهر 2 تا زن داره، به تعبیر خیلی خودمونی تر ساده‌تر صحبت کن. ایشون آقای خونه 2 تا زن داره و شما خواهر گرامی رو داره و کسی دیگری رو هم داره. این یه واقعیت موجوده، الان هست. حالا ما صحبتمون روی این بخش بود که الان یه واقعیت موجوده. الان در کنار شما یک خواهر دیگر هم هست که ایشون هم همسر شوهر شماست. الان چه کار باید کرد و وظیفه چیه که ما چه کار کنیم که با شرایط موجود فضای موجود رو بهتر بتونیم کنترل بکنیم و از این فضا استفاده بکنیم. یعنی واقعیتی که باش روبرو هستیم دیگه. الان خدای نکرده مثلا کسی از دنیا میره و از دنیا رفت، الان از دنیا رفته، ما خیلی وقتها آرزو نمی کنیم که به راحتی عزیزان از دنیا برن، ولی رفت. الان خب وقتی که رفته دیگه چیکار باید کرد؟ الان واقعیت رو باید بپذیریم یا نه؟ ازدواج هم همین موضوع هست. میدونم که خیلی از نگیم خیلی 99% حداقل از خواهران دوست ندارن اصلا زن دوم رو، تحمل نمیکنن، هوو رو یا همباغ رو یا هر اسم دیگه که روش میگذارن. اما وقتی که اتفاق میفته، صحبت ما رو این موضوع است فعلا تو این بخشی که اتفاق افتاده الان در فضای خانواده‌ای که ما به دنبالش بودیم که یک خانواده خوشبخت باشه، الان تعامل چی هست و چی کار باید کرد؟ و بهترین راه هم همون چیزی است که جناب دکتر فرمودن، صحبت‌هایی که واقعا اگر ما به این دید نگاه بکنیم، فضا و فرصتی رو که در اختیار داریم بیشتر استفاده میکنیم. اگر غیر از این باشه خب خودمون ضرر کردیم. یعنی واقعیت رو که نمیشه این کارش کرد دیگه، هست دیگه، وجود ایشون رو هم باید تحمل بکنه، حالا چه همسر دوم چه همسر اول، هر دو تا یا حتی شاید بیشتر هم باشه تعداد افراد. جناب دکتر برای اون دسته از بینندگان عزیزی که هنوز پای تلویزیون موندن و به خاطر صحبت‌های شما تلویزیون رو کانال عوض نکردن، 10 دقیقه فرصت داریم همچنان صحبت بکنیم و آنچه که باقی مانده رو میشنویمش. البته در مسائلی که یه واقعیت به وجود میاد، یکی از خویشای شما، همسر شما ازدواج مجدد کرد، من این توصیه رو میکنم هرگز با زندگی انسانها بازی نکنید. اگر شما خواستید زندگی کسی رو به هم بزنید، مطمئن باشید که زندگی خودتون داغون میشه. من عزیزی رو سراغ دارم که خودشون برا من تعریف میکرد که وقتی برادرشون متوجه شد که برادرش ازدواج دوم کرده، خودش میگه با کمال جرأت میگفت که من رفتم برادر رو نمیدونم آبروریزی کردم، دعوای شدیدی به راه انداختم، آخرش بلند شدم رفتم پیش خانواده‌ای که مثلا ازشون ازدواج کرده بود، اونجا داد و فریاد به راه انداختم. در نهایت نشون میداد که با اون پهلوان بازیش تونست مجبور کنه اون خانواده رو که طلاق بچهشون دخترشون رو بگیرند و به اصطلاح با این مثلا با کمال جرأت میگفت که همچنین پیروزی سرشاری رو به دست آورده. الان ببینید که این خانم چیکار کرده. این خانم در واقع یک برادر خب ازدواج کرده بود، حالا زندگی ایشون رو لنگ کرد و نمیدونم ایشون رو با همون زن اولش تنها گذاشت. این از این مورد نمیخوام توش داخل بشم که اینو مثلا اینجا یک طلاق عاطفی در این خانواده وجود داره. این خانواده یک دو تا نفر به اصطلاح یه زن و شوهر هستند که بنا به رسومات جامعه، بنا به کم جرأتی و بی جرأتی طرفین، اینها نمیتونند از همدیگه فرار کنند، به اصطلاح با یک طلاق عاطفی زیر یک سقف زندگی میکنند. این جای خودش رو داره. اما در کنار این یک دختری رو ایشون الان یک خانمی رو بیوه کرد. الان فکر میکنید که این خانه، این پدر مادر نداشت، این دختر خواهر برادر نداشت، خود این دختر الان زندگیش چی هست؟ زندگیش نفرین هست برای این خانمی که همچنین کاری رو کرد. الان
من سراغ دارم که همین خانم دخترش الان دقیقاً همین مورد براش پیش اومده، دقیقاً دخترش به اصطلاح طلاق داده شد و همین مورد الان داره دیوونه میشه. شمایی که یک خانه رو ویران کردید مطمئن باشید این آتش به خانه خودت هم خواهد رسید. پس خواهر عزیز، وقتی که شما در مقابل یک واقعیت قرار میگیرید با این واقعیت بساز. یکی از موارد خوبی که در هر انسان خوشبخت هست، صفاتی که در یک انسان خوشبخت هست، انسان خوشبخت آمادگی هر تغییر رو داره. یک واکنشی، یک تغییری، یک چیزی به وجود میاد، این قدرت رو داره که با این تغییر بسازه، با این واقعیت بسازه. فکر این نکنه که این واقعیت رو به اصطلاح مبدل کنه به یک ظلم. ظلم و ستم خانمان سوز هست. ظلم و ستم، ببینید در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر از به اصطلاح از صحابه پرسیدند که آدم ورشکسته کیه؟ فرمودند آدم ورشکسته اون کسی است که پول و پله‌ای داشت و تجارتی داشت و به هر حال تجارتش به هم خورد و همه مال و ثروتش رو از دست داد. فرمودند نه، ورشکسته در امت من اون کسی هست که روز قیامت میاد، نمازش رو داره، حجش رو داره، زکاتش رو داره، روزش رو داره، تمام اجر و خوبی ها رو داره، در کنار این اینو زده، اینو به این بد کرده، به این ظلم کرده، مال اینو گفت، به غیبت این رو کرده، نه سخنچینی اینجا رو کرده، از مالش گرفته، از اون اجر و پاداشی که به دست آورده از اونا گرفته میشه، به این قرضدارا داده میشه. آخرش مال و اجر و پاداشی که به دست آورده همه تموم میشه، هنوز طلبکارا هستن. اون وقتی که از گناههای طلبکارا گرفته میشه، روی این آقا انداخته میشه و میندازنش تو جهنم. پس قضیه ظلم در هر صورتی، اگر به شما حتی ظلم شده بود، بنده مظلوم خدا باشید، بنده ظالمی برای خدا نباشید. اگر به شما ظلم شد، شما حق ندارید بر دیگران ظلم کنید و حق ندارید ظلم رو با ظلم جواب بدید. یه موردی هست که اینجا نیاز بود که به اصطلاح بهش اشاره بشه تا خدای نکرده سوء تفاهمی پیش نیاد. مورد دوم که در محیط یک خانواده حائز اهمیت هست و اون اینی که به اصطلاح برای رسیدن به یک خانواده خوشبخت ما اون رو نیاز داریم که یک نوع انسجامی بین فامیل باشه. نه تنها اون خانواده‌ای که عبارت از زن و شوهر و بچه‌ها هستن، کل فامیل که مثلا پدر بزرگ و بچه‌های پدر بزرگ و دوتا پدر بزرگ و دوتا مادر بزرگ طرفین و به اصطلاح برای بچه‌های اونها هم فامیلی ها، همه اینها باید یک نوع که به اصطلاح در اصطلاح شرع بهشون میگن رحم، اینایی که به اصطلاح با شما یک روابط خویشاوندی دارن، رسیدگی به اینها، پرسجو کردن از اینها خیلی مهم هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که میخواد خداوند در عمرش برکت بده، در روزیش برکت بده، فلیصل رحمه. اگه میخوای وضع و حال اقتصادیت خوب باشه، اگه میخوای که عمرت با برکت باشه، راهش اینه که صله رحم رو به جا بیاری و صله رحم اینقدر مهم هست و اینقدر حائز اهمیت هست برای انسجام یک خانواده، اینی که در وقتی که خداوند خلایق رو خلق کرد، رحم بلند شد، شکایت کرد که بار الله شاید به من بدی بشه، به من رسیدگی نشه. خداوند متعال به رحم گفت که اما ترضین ان اصل من وصلکی و اقطع من قطعک. آیا راضی نیستی رحمی که من تو رو خلق کردم که هر کسی که تو رو قطع کرد رابطهش با تو به هم خورد، من هم رابطم رو با اون قطع میکنم و هر کسی که به توی رحم و رسیدگی کرد من هم بهش رسیدگی میکنم. قضیه خیلی مهم هست اینی که شما بیایید به اصطلاح سرت رو تو لاک خودت بذاری و بگی که من با کسی رفت و آمد نمی کنم، من نمیدونم، همه به من بد میکنند، آقا خواهران با من بدند، برادران با من بدند، عموها از من حسودیشون میشه، عمها خیلی بد جنسند، فلانه و فلان فلان. من این ملائکه و فرشته منم تنها تو این فامیل. به شما یک واقعیت رو بگم. واقعیت اینه که رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند من قال هلك الناس فهو اهلكهم. اون کسی که فکر میکنه همه مردم
بدند، همه مردم نمیدونم هلاک شدن، همه مردم نمیدونم بدجنسند، اون بدجنس‌ترین فرد همونه. شما یک مورد رو باید مد نظر داشته باشید که در نزد خداوند متعال بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اون مؤمنی که با مردم داد و ستد داره، نشست و برخاست داره، رابطه داره و بر ظلم و ستمی که مردم بهش میکنن، بدی هایی که بهش میکنن صبر میکنه، اون مؤمن از اون مؤمنی که یک گوشه نشین میشه و با مردم داد و ستد و رفت آمد نداره، از اون مؤمن بهتره. اینی که شما در گود باشید، شما به اصطلاح با سختی ها و با واقعیت جامعه دست و پنجه نرم کنید، این پیش خدا شما رو عزیزتر میکنه از اینی که شما بیایید تو مسجد بشینید و به اعتکاف بشینید و همه صبح و بعد از ظهرش به اصطلاح همه روزگارتون بشه طاعت و عبادت و از به اصطلاح جامعه دور باشید. ما یک انسانهای اجتماعی هستیم، موجود اجتماعی هستیم، خداوند ما رو اجتماعی خلق کرده. پس این فرصت رو باید غنیمت بشماریم در میان جامعه، در میان خویشان، رسیدگی به همدیگه، رسیدگی به خویشاوندان، در دخالت کردن در مشکلاتی که در خانواده ها در خویشاوندان هست. نمیدونم فلانی با پدرش مشکل داره، فلانی با نمیدونم همسرش مشکل داره. خب ما کجا هستیم؟ ما جزئی از این جامعه هستیم. باید سعی کنیم به شیوه های حکیمانه با در نظر داشته آداب و رسومی که در جامعه، احترامی که در جامعه هست، سعی کنیم مشکلات مردم رو حل کنیم. آقا فلانی مشکلش با فلانی سر یک نمیدونم معامله هست، ما دخالت کنیم، یه مقدار ما مایه بذاریم که این مسئله حل بشه. فلانی از فلانی پولی میخواد، ایشون به اصطلاح میگه که من همچنین موردی اصلا حقش نیست و نمیدونم فلان، ما دخالت کنیم. آقا ما یه مایه بذاریم و این مسئله رو حل کنیم تا یک نوع محبت و برادری و برابری و انسجامی در بین کل افراد فامیل به وجود بیاد و خانوادهمون، خودمون هم خوشبخت باشیم و در ساختن خوشبختی برای دیگران هم سهیم باشیم. آمین. خیلی ممنونم جناب دکتر، استفاده کردیم از فرمایشات گوهربار شما و در پایان صحبت پایانی شما رو در این برنامه با بینندگان عزیز میشنویم. در پایان هم اول که از شما و از اتاق فرمان که همچنین فرصتی رو دادن تا در خدمت بینندگان باشم کمال سپاس رو دارم و از بینندگان که تا این لحظات ما رو یاری کردند و همراهی کردند و مهمون سفره‌های خانه‌هاشون بودیم و تحملمون هم کردند کمال سپاس رو دارم و التماس دعا و امیدوارم که همیشه در پناه خداوند شاد و سربلند و خوشبخت باشند. همچنین برای شما آرزوی موفقیت روزافزون داریم از الله متعال و تشکر ویژه دارم از همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان عزیزی که برنامه خودتون رو تا این لحظه یاری کردید. تشکر خاص از محمد رفیع جان انصاری عزیز، کارگردان برنامه و هیئت همراه، از فرید و منیر احمد و مهندسان الله محمد جان و احمد جانی که کمک میکنن برای اجرای این برنامه ها. و در پایان از الله متعال خواهانیم که توفیق زندگی خوشبخت و سعادتمند در دنیا رو برای ما نصیب بکنه که اگر این مهم نصیب شد ما در قیامت هم ان شاء الله از جمله اون کسانی خواهیم بود که خوشبخت خواهیم ماند در سرای جاویدان. از الله متعال خواهانیم که تمامی گذشتگان ما را، پدران، مادران، همسران و فرزندان، خواهران و برادران، عزیزان، خویشان و اقوام و اساتید و شاگردان و همه عزیزانی که از جمع ما و امت اسلامی از موحدین از دنیا رفتن رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش.